به نام خدا سلام تقدیم میکنم به تمام شما وطندارای عزیزم. آرزوی سلامتی و خوشحالیتان دارم در هر گوشه از زمین که هستین و بیننده اولین برنامه مصطفی عزیزی در چینل یوتیوب هستین. وعده ای که بالاخره بعد از ماها اولین برنامه آمد و وعده ای که تحقق پیوست و انشالله که این سفر کوتاه نباشه و این سفر دوام پیدا بکنه تا ای که من بتونم بیشتر به شما دوستا بگویم و بتونم که مطالب جالب و همچنین محتویات خیلی جذاب به شما دوستا تقدیم بکنم. البته از زمانی که در کابل بودم من افتخاری را دارم که به شما دوستا از طریق برنامه‌های سرگرمی شادی و لبخند تقدیم بکنم. اما ای که ادامه سفر چگونه خواهد بود ایرا ببینیم که سرنوشت بالاخره ما را به کجا خواهد کشاند، در یک سرزمین جدید، در یک جای جدید، با تجربه های جدید و همچنان با چهره های جدید. ما میخوایم که در اولین برنامه یک داستان براتون بگویم، داستان از یک آغاز تا آغاز دیگر، آغاز کار در رسانه و همچنان آغاز زندگی در آمریکا و ای که چطور آمدم به صفحه طلوع، برنامه چطور گذشت و بالاخره چطور آمدم به قطر. ما میخوایم که در این برنامه به شما دوستا بگویم. تاریخ 14 اگست بود سال 2021 و سالگرد 22 سالگی ما بود. قرار بود که خوش بگذرانیم. بالاخره او روز خوش تمام شد و فردایش روز بعدیش 15 اگست بود که متاسفانه کشور عزیز ما سقوط کرد به دست امارت و روزهای سخت را دیدیم و حالتهای روانی بسیار سخت را تمام ما شما تجربه کردیم که ما هم همچنان فامیلم بی نصیب نبود از او و روزگار واقعا تلخی بود که بالاخره بیکاری در همه جا داد میزد و وضعیت مکتبا، وضعیت پوهنتونا و خلاصه همه چیز دگرگون شد. من هم در اون جریان به دنبال وظیفه میگشتم، تازه فارغ شده بودم و پس از گذشت چند ماه بالاخره توانستم که در موبی گروپ و یا هم تلویزیون طلوع من راه پیدا بکنم از طریق رقابت آزاد. سوالی که بیشتر دوستا اینا میپرسیدن همیشه، من خواستم که این بار در برنامه هم از یاد بکنم. راه پیدا کردم پشت صحنه و بالاخره بعد از گذشت چند ماه کار کردن بالاخره یک فرصت پیدا شد تا بیایم بر روی صحنه که همچنان بگویم که جزء آرزوهایم بود که از طریق پرده تلویزیون بتونم که به شما دوستا خدمت بکنم، به وطندارایم و در خدمتتان باشیم که معلوم دارست یک مسئولیت بسیار بزرگ است. خب به هر حالش دوستایی که برنامه ها را دیدن، من نمیخوایم بیشتر درباره خودم بگویم که چی کارا کردم چی کارا نکردم، اما همیشه تلاش میکردم که از طریق برنامه حداقل به وطندارای ما کمک شوم. به این که من میفهمیدم بسیاری از جوانایی که در برنامه میخواستن اشتراک بکنن به خاطر وضعیت بد وطن بیکار بودن. من کادرها را میدیدم و همچنان شخصیت ها و جوانایی را میدیدیم که همچنان 12 پاس بودن یا حالا لیسانس بودن، حتی می‌دیدیم که ماستر بودن، متاسفانه بیکار بودن. پس به همین خاطر من تلاش میکردم که در برنامه بتونم حداقل یک کمک برشان بکنم تا با همون جایزه برنامه بتونن یک قسمت از نیازهای خودشان یا فامیل محترمشان رفع بکنن که نهایت تلاش ما کردیم و دوستایی که همراه ما برنامه داشتن اگر کوتاهی شده باشه و اگر راضی نباشند من همیشه ازشان بخشش میخوایم. امیدوار هستم که برای همتان خوش گذشته باشه. و بالاخره برنامه ها تمام شد و شما هم مشکلاتی که در کابل بود، مشکلاتی که در افغانستان بود از تمامش آگاه هستید. بسیاری از دوستا وقتی که لایو آمدم از من پرسیدن که شما با کدام دلیل ترک کردین افغانستان کابل. یک گپ است که میگه تا که در کفش کسی شما راه نرفتین، قدم نزدین، هیچ وقت او را قضاوت نکنین و از جایی که شما محدودیت ها بالای رسانه ها را آگاه هستین، پس هیچ وقت این سوال نپرسین که چرا این کار کردی یا به کدام دلیل ترک کردی. مشکلات امنیتی بگوییم که شما شاهد بودین، بسیاری از چهره های رسانه‌ای در افغانستان حالا دستگیر می شدن به خاطر اینکه آزادی بیان وجود نداشت، به خاطر اینکه ما
آزاد نبودیم که صحبت‌های خود به شکل واضح بیان بکنیم. ما به همین دلیل در اولین برنامه یک بلوز پوشیدیم، این قله است. ما در افغانستان در برنامه اجازه پوشیدن همچون لباس نداشتم. فقط به خاطر چی؟ به خاطری که گویا اندام تحریک کننده است، یا به خاطر که مردم نباید از مرد یک وضع ببینه که نه از لحاظ اسلام مشکل داره و خلاصه نه از لحاظ انسانیت. خلاصه این محدودیت های بسیار ساده ای بود که بالای ما وضع شده بود، چه برسه به مسائل بعدی که جملات و همه چیز باید سانسور میشد. و البته شما دوستا از این مسائل آگاه نبودین و اینا مسائل بودن که ما هر روز همراهش دست پنجه نرم میکردیم و خلاصه از لحاظ روحی بالای ما فشار وارد میشد. و بالاخره در تاریخ 8 فوریه بود که کار در رسانه و برنامه و همچنان وطن عزیز و زیبای خود ما را، دوستا و عزیزا را همراهشان خداحافظی کردیم و بالاخره راهی سفر به طرف قطر شدیم. در کمپ بودیم و محدودیت های کمپ که نمیتونستیم فعالیت های رسانه ای داشته باشیم، اما همچنان به شما دوستا وعده میدادم که بالاخره برخورد گشتیم و بالاخره او برگشت. روزش امروز است. از کم براتون بگویم دوستایی که کیس هم دارن به اونا هم کمک شود و شما هم تجربیات مرا داشته باشین، به خاطری که احیانا اگر سر میخورین به او حالت یک قسمت از مشکلاتتون حل شود. در آغاز فکر میکردم که این روزا بسیار زود تمام خواهد شد و بالاخره به مقصد اصلی خواهد رسیدم و فعالیت ها و زندگی دوباره آغاز خواهد شد که متاسفانه تال خورد. خاطره های بسیار جالب، تجربه بسیار خوب، دوستای بسیار عزیز و چهره های بسیار خوبه بود در اونجا که من همراهشون آشنا شدم، هم از افغانای ما که در اونجا معطل بودن که کیسشون تکمیل شود و همچنان از دوستا و هموطنای ما که در اونجا کار میکردن من حیث ترجمان یا در بخش های دیگه، که تمامشون دوستای خوبی بودن و همچنان تشکر میکنم از تمامشون که در بخش های مختلف همکاری کردن و خلاصه تشکر میکنم از تمامتان، از دوستایی که در کمپ بودن به خاطری که کمک میکردن تا ای که از لحاظ روحی و روانی دیگرها صدمه نبینه و یا هم مشکل روحی و روانی پیدا نکنن. از تمامشان من همیشه تشکر میکنم و واقعا سپری کردن روزها در کمپ یک کم دشوار است، اما به هر حالش دائمی نیست. خبر خوش همی است. غذاهای متعدد، البته براتون بگویم بیشترش پریزانه، این توصیف های کمپ قطر است. البته غذاهای متعدد که بیشترش پریزانه، به شکل پریزانه، دوستایی که مریض هستن خدای نخواسته به اونای خبر خوش است اگر کیس دارن او طرف رونده هستن، و اونایی هم که هوسانه خور هستن متاسفانه که او هوسانه ها در اوجه پیدا نمیشه، پس یکم صبر داشته باشین. اونجا احیانا اگر رفتین باشگاهی وجود داشت که ورزش میکردیم و همچنان رشته های مختلف بود، مثلا بدمنتون بود و یا هم تیبل تنیس برش میگیم، یک جیم بود که خودم روزانه 1 ساعت 2 ساعت را دوجه سپری میکردم، یعنی امکانات ابتدایی وجود داره. و به همین شکل ورزش های دیگه مثل والیبال، بسکتبال، در تمام رشته ها دوستایی که فعالیت میکردن اونجا بودن و خلاصه به نحو یک نوع سرگرمی بسیار سالم بر خودشان ایجاد کرده بودن. در قسمت صحت هم بگویم که کلینیک 24 ساعته در خدمت وطندارای ما بود که خدای نخواسته مریض نشن و امکانات صحی و طبی وجود داشت، از ساده ترین امراض گرفته تا سخت ترین عملیات ها به شکل رایگان بر اون مسافرایی که در کمپ وجود داره وجود داشت. و براتون بگویم که
آب و هوای قطر متاسفانه که بسیار زیاد گرم است که نمیدانم تا 50 یا حتی بیشتر از او میرسه. و از دوستایی که اوجا میرن کوشش بکنین که بیشتر احتیاط بکنین، به خاطر که خدای نخواسته مریض نشین. و به خاطر که ما افغانا خب آب و هوای ملایمتر از او را، متعادلتر از او را تجربه کردیم، تجربه ایش داریم. اگر به اونجا رونده هستین پس احتیاط بکنین که مریض نشین و در آفتاب بیشتر نگردین. این توصیه های ما بر شما است، به خاطر که من تجربه ایش دارم. بعد از گذشت حدودا 3 ماه بالاخره سفر ما در کمپ هم تمام شد و عامیانه براتون بگویم آبدانی ما قطع شد. بالاخره از کمپ قطر هم ما را انتقال دادن و آمدیم به کشور آمریکا. و آهسته آهسته با همه چیزی که جدید بود در حال عادت کردن هستم و از آمدن به اینجا هم دیر سپری نمیشه. حدودا روزهای انگشت شماره است و من امیدوار هستم که بتونم کارهای رسانه‌ای ما ادامه بتونم که به شما دوستا از این طریق محتویات خیلی خوبی را تقدیم بکنم و همچنان که دور بودن از شما خیلی بر من سخت است و من نمیخوایم که از شما دور باشم و من همراهی شما را میخوایم. امیدوار هستم که شما هم همراهی مرا داشته باشین و مرا همراه باشین در این سفر، در این راه در کنار ما باشین. از کارهایم حمایت بکنین تا اینکه بتونم برنامه‌های خوبتر و بهتر به شما دوستا تقدیم بکنم. و البته برنامه‌های اول میفهمین که آغاز هر کار بسیار کوچک و اندک می باشه، پس اولین برنامه را هم بسیار ساده خواستم که بر شما دوستا بسازم، در خانه بسازم و بالاخره آهسته آهسته هم حرکت بکنیم به طرف بیرون و این سیر و سفر خدا ادامه بدیم. پس دوستایی که همین لحظه ویدیو را بیننده هستین، رفیقتان مصطفی زیرا حمایت بکنین به خاطر برنامه‌های بیشتر و انشالله که ما و شما روز به جایگاهی برسیم که خواهانش هستیم و واقعا استعدادش داریم. شانس خوب میخوایم به همتون. منتظر برنامه‌های بعدی باشین. الله حافظ و نگهدارتان.